تأسیس مؤسسه عالی کسبی ساحه تندرستی یکی از ارزشمندترین دستاورد ملت تاجیک به حساب رفته در آماده نمودن کادرهای ساحه، تشکل و رشد علمی طب و حفظ تندرستی اهالی تاجیکستان موقع درخشان را اشغال می‌نماید. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تاریخ نچندان طولانی داشته باشد هم دوره‌های گوناگون فعالیت را از سر گذرانیده است. سال 1939 آغاز فعالیت این مؤسسه عالی کسبی به حساب می رود تا سالهای 50 عصر گذشته که برای جمهوری سالهای وزنین محسوب می یافت بر رشد این مؤسسه نیز بی تاثیر نماند. سال 1952 با قرار حکومت شوروی به دانش کردن نام پرشرف ابوعلی ابن سینا گذاشته شده، سال 1992 مقام دانشگاه را گرفت. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تاریخ نچندان طولانی داشته باشد هم در دوره اول استقلالیت دولتی مشکلات سنگین گزارش و حادثه‌های سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر منفی خود را به فعالیت این درگاه خرد نیز رسانید. خوشبختانه با عزم و تلاش‌های راهبر خردمند ملت تاجیک، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در وطن عزیزمان وحدت ملی، صلح پایدار و فضای آزاد بنیادکاری و سازندگی فراهم آورده شد. حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه معارف و تندرستی را همیشه یکی از سمت‌های افضلیتناک خود قرار داده در حل مسائل مبرم و تدریجاً بلند برداشتن سطح اجتماعی اهالی در دایره برنامه و استراتژی‌های ملی و ساحوی پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. از جمله در استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان تا دوره سال 2030 ساحه تندرستی یکی از سمت‌های افضلیتناک معین گردیده به بهتر نمودن دسترسی، صفت، ثمراناکی خدمترسانی طبی و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاصی ساحه دقت مخصوص ظاهر می‌گردد. با اقدام سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 28 اپریل سال 2017 برای بنیاد بینای مرکزی و تعلیمی دانشگاه طبی سنگ اساس گذاشته شد. این ابتکارات سازنده راهبر دولت تجسم توجه خاصه پیشوای معظم به ساحه تندرستی میباشد. بنیاد بینای معاصر تعلیمی دانشگاه که دارای 6 بینای زمانوی در مساحت عمومی 15900 متر مربع میباشد و بهتر گردیدن جریان تعلیم و سالمگردانی جامعه مساعدت مینماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از پیام‌های خود اشاره کرده بودند که اگر ما خواهیم که تاجیکستان را در آینده آباد و آسوده گردانیم، امروز باید برای نورسان و جوانان صاحب استعداد و جوینده شرایط آوریم تا آنها توانند با کارهای سرمحصول علمی و ایجادی و نوآوری مشغول باشند. دستور و سفارش‌های راهبر دولت و جریان ترقیات علم و تکنیک و پیشروی جهانی معاصر رهبریت دانشگاه را وادار ساخت جهت رسیدن به هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان، مطابق سازی تحصیلات با طلبات معاصر تحصیلات بین المللی و جامعه معاصر تدبیرهای مؤثر اندیشد. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تجربه مکمل سازندگی، نوآوری و اختراعکاری و نیروی خود را ثمراناک استفاده نموده به دستاوردهای نظررس نائل گردید. در مرحله امروزه در این درگاه مقدس اقتدار بزرگ علمی ساحه طبی کشور کار و فعالیت می‌نمایند که از آنها 3 اکادمیک، 5 نفر عضو وابسته اکادمیاهای علوم، 84 نفر دکتر علم و 230 نفر نامزد علم میباشند. در دانشگاه روند تعلیم از روی 3 نمود استانداردهای دولتی تحصیلات عالی کسبی و 3 نوع نقشه‌های تعلیمی براه مانده شده. طبق آنها دانشگاه از روی 5 اختصاص: کار طبابتی، پدیاتریا، استوماتولوژیا، فارماسیا و بهداشت، اپیدمیولوژیا و نگهداری تندرستی جمعیتی عملی گردانیده می شود. روند تعلیم در دانشگاه با 3 زبان: زبان دولتی، زبان روسی و انگلیسی براه مانده شده است. در مرحله امروزه در دانشگاه طبی تاجیکستان تعداد عمومی محصلین 10314 نفر از جمله 8936 نفر دانشجو، 578 اردیناتور کلینیکی و اینترن، 177 نفر طبق برنامه اسپیرانتورا و دکترانتورای PhD تحصیل می‌نمایند. از این شماره 789 نفر محصلین خارجی از 13 مملکت: هندوستان، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، لاتویا، آذربایجان، افغانستان، ایران، یمن، ایالات متحده آمریکا میباشند. رهبریت و هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه بهر مکمل نمودن برنامه‌های تعلیمی
طبق استانداردهای معاصر دولتی و بین المللی، جاری نمودن تکنولوژی نوی آموزش و بهاگذاری، انکشاف کسبی هر یک کارمند، رشد کارهای علمی و اینواسیونی و مکمل کنی پایه مادی تکنیکی دانشگاه کارهای زیادی را انجام دادند. از جمله با دستگیری ریاست شویتساریا اید بر رشد و همکاری سال 2008 لایحه اصلاحات تحصیلات طبی را راهاندازی نموده است. وابسته به تطبیق این لایحه بهر مطابق سازی روند تحصیلات ملی به استانداردهای تحصیلات عالی کسبی جهانی در دانشگاه اصولهای معاصر سیستم تحصیلات، سیستم تحصیلات کردیتی مدولی اعتراف بین المللی داشته. طبق آن نه فقط سطح دانش نظریوی بلکه قابلیت علمی و ایجادی، مهارت و ملکه عملا از خود نموده دانشجو در دایره برنامه تعلیمی به نظر گرفته می شود. اینچنین تطبیق این سیستم در جریان تعلیم شفافیت و پست نمودن تاثیر عامل‌های انسانی را به بهادهی نتیجه تحصیل تامین می‌نماید. قابل قید است که سال 2008 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان اولین شده بین دانشگاه‌های عالی کشور اصول بهادهی نتیجه تعلیم را متمرکز نموده در مرکز یگانه تستی عملی ساخت. سیستم متمرکز کنانیده شده بهادهی نتیجه تعلیم عامل پست گردیدن تأثیر حادثه‌های نامطلوب به امثال پاره‌دهی و تأثیر شخصیت به نتیجه تعلیم گردیده از راهاندازی نمودن آن نتیجه‌های نظررس به مشاهده می‌رسد. در سال تحصیل 2016-2017 اولین مراتب بهاگذاری نتیجه تحصیلات به طریق برنامه اتوماتیک کنانیده شده کامپیوتری عملی کرده شد که بهاگذاری فعلا در نزد دانشجو بی دخالت غیر صورت می‌گیرد. این هم یکی از دستاوردهای نمایان دانشگاه در جریان تعلیم به حساب رفته برای بهتر گردیدن صفت تحصیلات و جلب بیشتر دانشجویان به علم آموزی نقش کلیدی می‌بازد. بهر تامین جریان معاصر تحصیلات در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا آزمایشگاه‌های تعلیمی و علمی، تکنولوژی‌های معاصر آموزشی، موادهای عیانی تعلیمی مهیا گردیده است. قابل قید است که تحصیل در کورس‌های یکم تا سوم که طبق برنامه تعلیمی فن‌های طبیعی و عمومی کسبی صورت می‌گیرد، درس‌های عملی و آزمایشی در آزمایشگاه‌های کاتدروی و دانشگاهی صورت می‌گیرند. برای آموزش فن‌های اختصاصی باشد دانشجویان علاقه در جریان تشخیص و طبابت بیماری‌ها ملکه‌های کسبی می‌آموزند. سال 2014 با مقصد تقویت بخشیدن جریان تحصیلات، بلند برداشتن سویه دانش و ملکه دانشجویان در نزد دانشگاه، مرکز آموزشی ملکه‌های عملی تأسیس داده شد. مرکز با تجهیزات و دستگاه‌های زمانوی دارای صفت اروپایی جهازانیده شده، در آن از آموختن عادی‌ترین ملکه عملی تا عملیات‌های جراحی مرکب در مانیکین‌ها عملی گردانیده می‌شود. مرکز پیوسته با تجهیزات و موادهای تعلیمی تامین گردانیده شده، با آن تنها طی 2 سال اخیر به مبلغ 2,191,250 سامانی تجهیزات و مال و اشیای تعلیمی دسترس گردیده است. این شهادت از آن می‌دهد که جریان تحصیلات در دانشگاه طبی مطابق استانداردهای تحصیلات عالی کسبی بین المللی براه مانده شده است. یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا براه ماندن همکاری‌های سودمند با پیشرفته‌ترین مؤسسه‌های عالی طبی جهانی میباشد. در این سمت نیز دانشگاه طبی موفقیت به دست آورده در مرحله امروزه این همکاری‌ها با بیشتر از 100 مؤسسه‌های تعلیمی و علمی خارجه براه مانده شده است. این امکانیت داد که یکی از طلبات‌های دیگری سیستم تحصیلات معاصر، مبادله اکادمیکی آموزگاران و کارمندان کاملا براه مانده شود. همساله طبق مبادله اکادمیکی 20 نفر دانشجویان دانشگاه در دانشگاه‌های قزاقستان و فدراسیون روسیه با تحصیل و تجربه آموزی فرا گرفته می‌شوند. همچنین پیوسته محصلین دانشگاه‌های خارجی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تشریف می‌آورند که در سطح بین المللی قرار داشتن سیستم تحصیلات دانشگاه طبی شهادت می‌دهد. دیگر جبهه اساسی فعالیت دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فعالیت علمی و ایجادی و طبابتی و اینواسیونی معین شده است. سهم عالمان دانشگاه در تطبیق برنامه و استراتژی‌های دولتی در ساحه علم و تکنولوژی نقش نظررس دارد. از جمله در دایره برنامه رشد اینواسیونی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2020 و سمت‌های افضلیت داشته علم در جمهوری تاجیکستان که حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است، 12 لایحه از طرف بودجه دولتی مبلغ گذاری شونده و 27 موضوع تشبثی علمی کاتدرها را راهاندازی نمودند. باید تذکر داد که 12 لایحه علمی در سال تحصیل 2016 و 2017 آغاز گردیده، خصوصیت بنیادی و اینواسیونی داشته با استفاده اصولهای معاصر تحقیقات مرتب گردیدند.
این شهادت از آن می‌دهد که زمینه مادی و تکنیکی دانشگاه برای گذرانیدن تحقیقات‌های علمی تشکل یافته، امکانیت‌های وسیع گذرانیدن تحقیقات‌های معاصر پیدا گردیده است. در دانشگاه با فعالیت علمی و ایجادی دانشجویان اهمیت مخصوص ظاهر می‌گردد. اما سالا بیشتر از 70 محفل علمی و کنفرانس‌های علمی عملی عالمان جوان و دانشجویان با اشتراک وسیع جوانان خارجی برگزار می‌گردد. رهبریت دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان من بعد نیز تصمیم دارد که بهر باز هم پرزور نمودن پایگاه مادی و تکنیکی و تکنولوژی، اینتگراسیون فعالیت تعلیمی، علمی اینواسیونی، کار طبابتی و نفوذ اعتراف بین المللی پیدا نمودن دانشگاه، هدف‌های استراتژی رشد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تا سال 2025 را معین نمود. این هدف‌های استراتژی سیاست ملی رشد تحصیلات عالی را تجسم نموده، در بلند برداشتن نیروی علمی، مکمل نمودن نظام اینواسیونی تحصیلات طبی و آماده سازی کادرهای کاردان و توانایی به طلبات جامعه جوابگو مساعدت می‌نماید. با اعتماد می‌توان گفت که این بارگاه علم با نیروی بزرگ سازنده عنعنه‌های ملی خود را حفظ و ملکه‌های طبی را تشکل داده، بهر رسیدن به هدف‌های استراتژی دانشگاه موفقیت به دست می‌آورد و دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تا سال 2025 از مؤسسه تعلیمی به مجمع علمی اینواسیونی تعلیمی تبدیل یافته، در تامین تحصیلات پرثمر و خدمت رسانی اینواسیونی طبابتی در جمهوری و آسیای مرکزی موقعی پیشاهنگ پیدا خواهد کرد.